توجیکستان آخرین یادگاری ما از امو دولت‌های بزرگ است. توجیکستان آخرین سرپناهی ملت تاجیک برای بقا یافتن همچون ملت است. ما وقتی که بسیار ملت‌های منطقه هنوز حالت کوچمنچگی داشتن، ما ایمپریا داشتیم. دولت‌های کوشانیان و ایمپریا هخامنشی و ایمپریا ساسانیان و ابر دولت سامانیان، این شاهکاری است که تاجیکان نیاگان ما و شما در تاریخ آفریدند. حدود امروزه جمهوری تاجیکستان برابری 3% خاک سامانیان است. امروز هم اگه 3% آن مانده است در دست همین ملت، 97%ش نیست در دست. و وقتی که در سرود ملی هر باری که می‌سرد تو از امید رفتگان، نشانه‌ای شروع بیارد که یعنی که این نشانه ما، آخرین دستاورد و گنجینه ما از حفظ جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله سیاسی نیست، این یک مسئله حیاتی است. بود و نبود همین ملت و بود و نبود جمهوری تاجیکستان همچون دولت وابستگی زنده دارد.